سلام بیننده عزیز، فرارسی ماه شریف رمضان را برای تمام مسلمانان کشور مبارکباد میگوییم. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب میشناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را میگذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگویید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟ قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواطر شدند به اصطلاح پرسیدند از حال ما. ولی اینجا یگان جای خواطری نیست، یگان مشکلاتی نیست، یگان فشار آوری نیست، یگان تعقیب هم نیست. شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجادکاران کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت اخیر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث ها صحبت ها تیز تون میشد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کامنت های هر گونه می اومد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه میکنم. میخوام بدونم که نسبت همین یک نوشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من آماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم، راستی گپ از این از طرف کی و کی ها انقدر است؟ کی ها من اکنون گفته نمیتوانم. این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر. با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأتی ندارد، جسارتی ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید. با سخنشان پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های میدانستگی میشناختگی، بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستید مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه‌های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقیت ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است. برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفعت‌های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپولیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه. روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمن حالت‌های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت‌های علل خصوص همون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند
و من با مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه یک تاثیرگذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی الحال در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انیقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همان شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشان میدهد و شما رو یک چی بگم یک بهانه می شود که شما رو دپورت کنند. شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید. دخالت نکنید خوبش و از برادران خواهش کردم که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود یک خواهش شده بود از من که فکر و اندیشه‌هایتان رو گپ زنید در همین برابر از طرف مقامات و من شرط گذاشتم که آن چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پررو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پانترکیستان از یک جانب، خب ژئوپلیتیکای گیمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاوه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده کنند. خب ببینید در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟ نه، یگون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دویم بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستن، اونها وقتی که به صفحه خودم به نام رسانه‌ها می نوشتن دیگر چی می نوشتن؟ خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای یا از اونه که تو خائن ملت شده ای خاموش باشی و صدای دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نآمدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم. اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره‌ای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟ از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش. کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید. ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونها استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم، شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جایی مانع است اینجا؟ اون چی هست؟ ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت کنن، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است یا نگو دیگر ننویس،
من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه‌مان رو رشد بخشیم. اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزی که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همینها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟ من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند خوب میدونند که من هرگز به چیز دلبستگی در این دنیا ندارم. به چیز عموما با آسانی میتوانم از همه چیز دست و دل بشویم. اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر چی باشد، از اون دست کشیدید شما؟ به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم. بعد همون نوار شما بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقیت نداشت که او کارمند میلیسا است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی رو میگفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون وایرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتون نوار بگیرید. و من همینجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب ماندگی بودم در صفحم. هر نواری که گفتم فرق نداره، از لحاظ قانون تحقیر و تهمت نباشد شما کنید، نوبسته بانوی حتی اگر به راهبر دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانید، من در صفحه میمونم. التماس خودتون کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواد که اصلا او یک روزنامه‌نگار گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امام علی دوست ما برادر ما خیلی فعال است. اگر که مثلا فرضاً این یک واقعیت جامعه ما است که به گفته شما مردم میترسد از مشکلات خودش را حتی گفتن، در این حالت شما همچون یک روزنامه‌نگار دست کشیدید، خب دیگرها هم دست کشند، بعد جامعه باید به کدام طرف میرد؟ حالا که بسیاری از شما انتظار داشتن که همچنان قالب شکنیتان را ادامه میدهید. درست، همینش هم موجب نگرانی بسیاری از دوستانم در شبکه‌های اجتماعی گرد و بعضی افرادی شناختم در صحبت‌های علاقه حتی گفتن که کاری خطا کردی، باید نوابسته به همه مشکلات. حتی روزنامه‌نگاران معروف رو هم مثال آوردن، حتی هم دادا جان عطااللهی که من در صحبت با شما گفتم فشارهایی که نسبت دادا جان عطااللهی بود امروز گرچند اندیشه‌های راش رو تغییر میدهد بعضن، ولی اونقدر هم فشار و تعقیب‌هایی که نسبت به این روزنامه‌نگار بود، ببینید که تا هنوز در راه مبارزه‌اش پایدار است، قائم است. تو چرا عقیب گشتی؟ چرا دیگر از این دست کشیدی؟ راست دیگه من یک بهانه پیش یافتم، بهانه گویم میشه. بهانه هم همین بود که هر کسی که نوار در یوتیوب نشر کرده من رو میدید یا یک مقاله در فیسبوک من از سال 2013 ببینید، باور میکنید من یک و نیم روز روزدار نشستم و تمام مقاله های از سال 2013 در فیسبوک بوده رو یک نیست کردم، همه یک جای. همین منم به نزدیکی روز دوم رمضان، روز یکم رمضان یک نیست کردم از سال 2013. و با چه خاطر بود؟ بدون خاطر بود که کسی مبادا در این ماه رمضان، من باور دارم که 99% مردم مسلمان تاجیکستان روزه دارند، با وجود همه خطاهاش یک میخواند یک مقاله مرا، یک حقارت، یک دشنام در زبانش میگوید نسبت من، نسبت کسی دیگری، نسبت یک فلانه، با همین یک گناه در همون روزش ثبت میشود. شاید در اون من هم مجرم باشم، گناهکار باشم. با همین خاطر من حسش کردم به یگان دودیلگی. نوارهای یوتیوبی هم وقتی گفتم
علت دیگر من نه با یادم رسید، شما از 28,000 خرید 27,800 نفر آبونچی در قریب 29,000 تماشا میکنن تا مثلا 100,000 تا 150,000 هست تماشا کردن نوارها رو. در فیسبوک من از سبب اونه که تو کسی رو نشناسن و بس اونه که با کدوم نگاه سیاسی است، هم از آیون مثلا حکومت بودن، نمایندگان حکومت، هم از شخصیت‌های شناخته مخالفین بودن، فقط با اون که میشناسمشون که همین گونه آدم هست در روی خط دوستانم وارد کردم، ولی فکر رو جای نمیدادم. اونایی که با نام‌های مستعار میبر اومدن جای نمیدادم. علاوه قریب 5,000 پادپیسچی یعنی که آبونچی بود در فیسبوک. ولی در زیر اگر من یک نوار میموندم اونجا نشان میداد که چند نفر تماشا کردن نوار رو، 1,000 و 2,000 و 10,000 و 20,000 تماشا کرد یک نوار رو از فیسبوک. اما لایک موندن و دیزلایک موندن 20 نفر 15 نفر 10. برای کدام مردم دیگر برنامه میکنی وقتی جرأت نداره اقلا پخش کنن که به من معقول نیست دیزلایک، یا که به من پسند و منم این لایک موندم؟ این چی؟ این که برای کدام ناموس، برای کدام وجدان این مردم دیگر آدم باید خودش رو پوشیدن است. من گفتم آشکارا میگویم، نواری که میکردم اگر زید منفعت های دولت میشد، مقامات قدرتی دعوت میکردن، زیر هر یک گپی گفتم جواب میگوید چی برای چی این گفتی، دلیل چی است؟ من برای گپی خودم جوابگر بودم، جواب گفتم. تا امروز اکنون نمیدونم اونا هنوز دیلا یا پرونده کردن و تا به یک روزی مبادا را موندن یا نه نمیدونم، ولی همش است. در برابر این وقتی که همون مسئله بدخشان رو هم وقتی گفتم، من گفتم که برادران خودداری کنید. خشونت امروز راه حل مشکلی در جامعه ما نیست. و وقتی که نوار مرا جانبداران یا گروه های جانبدار از سیاست حکومت گرفتن، اون اندیشه خودی من بود. نشر کردن مخالفان برآمد ها این جاسوس امنیت، این فلان بهمدان، این اندیشه من است. و همین گفته من علاوه خصوص به افرادی که ژورنالیستان شناخته معروفه که از خودی بدخشان بودن، رفیقانم دوستانم بعضیشون میشناسم، با یکجا برآمدن گفتن که دیوان اکسپرت این از کجا خودش مسئله بدخشان رو نمیفهمد، با مردم صبر و تحمل چی کرده است، بار کرده است، در حالی که مردم رو باید به دیگر فلان و بهمدان. و من خواستم بگویم که برادران شما خودتون زاده بدخشان هستید، چرا مهر خاموشی در دهانتون زده اید؟ چرا چیز شما نمیگویید؟ شما که زاده بدخشان اید. امروز نوارهایی که مادران بدخشانی با سوز جگر میگویند من زبانی بدخشی رو نمیفهمم، شما میفهمید، چرا نشر نمیکنید؟ شما چرا خاموشی؟ بله وقتی یک نفر به خودداری دعوت کرد شما میگید که او بوزی امنیت است، او خادم امنیت است. و همین بود. میدونید برای من بسیار سخت رسید، همون همکسبان بدخشانی هم سخت رنجیدم. من گفتم شما جرأت دارید پس بگویید که چی میخواهند، شما میدونید، نگفتید کو. من به کاری بد دعوت نکردم. و همین گفته رو بعد از چند لحظه، بعد از چند روز، پیشوای اسماعیلیان جهان شاه کریم آقاخان چهارم برآمد کردن و بار دیگر به مردم بدخشان گفتن همون نوار باشد. شما ببینید که گفتن مردم باید صبر و تحمل را پیش بگیرن، راه خشونت را پیش نگیرن و در چارچوب قانون‌های هر دولتی که اونجا زندگی میکنن فعالیت کنن. یعنی نوارهای شما هم از طرف آنهایی که از حکومت طرفدار میکنن و هم از جانب مخالفان گاه‌ها سوء استفاده شدن. بله من مثلا اندیشه شخصی من است که من هرگز خشونت رو قبول ندارم، لیکن در اصلاح کمبودی ها من فرقیت نمیگذارم که این راهبری دولت است، این وزیر است، این یک مخالف است. خب بعد یک سوال دیگر و دیگر صحبتمون جمع بست کنیم. بعد اون نوار شما در ماه نوامبر سال 2020 بسیاری ها میپرسیدن درباره سرنوشت شما که چی شد، این نفر رو بازداشت کردن، چی کردن. طول این دو سال زیادتر شما چی حالت ها رو از سر گذراندید؟ اگر خیلی مختصر برای ما بگویید، یعنی حیاتی و خیلی بلاگری شما چگونه بود در این دو سال؟ یک دوستی که چند سال ندیده بودمش گفت در مدت 18 سال کاری که در رادیو تلویزیون کردی مردم همین قدر نمیشناخت که با یک برآمدت دل مردم به دست آوردی. و شکر خداوند من امروز با همین برآمدی که شد با افرادی زنده دل، بیدار دل، هویتی والای میهن دوستی و وطن دوستی و ملت دوستی داشته شناس شدم.
شاید من یکی از اون چی بگم کمترین آدمان باشم که میتوانم با اندیشه های خودم جامعه رو پیش ببرم یا در حل مشکلات جامعه یک نقش داشته باشم، ولی خدا رو شکر میگویم که خداوند با واسطه همین مرا با این گونه افراد شناس کرد. امروز هم آشکار و ناآشکار با من در تماس هستند. منظورم این بود که در تاجیکستان همچون یک بلاگر وقتی مشکلات جامعه را میگوید آسان است یا برعکس مشکل است؟ مشکل است، چون که این یقین است که مقامات هم تنها بدون خاطر به من سخت روی دغل گفتاری نکردن که من تجربه روزنامه‌نگاری داشتم و کوشش میکردم که از دایره قانون بیرون نبرایم و کوشش میکردم اکنون باز در صورت ضروری هر بهانه‌ای را هر جای یافتن ممکن است این اکنون. در برابر این مثلا وقتی که یک آدمی عادی بلاگر میشود، یک پرابلم و مشکلاتی را میگوید، زود به خاطر اون که او هنوز شناخته شده نیست در جامعه، هنوز کسی از پشت او حمایت نمیکند، با فشار و با آزار و با تعقیب و با تهدید، که تهدیدها هم بودن در آغاز. در این مدت 2 سال آیا شما اشاره کردید که در مسئله بدخشان مقامات از شما خواستن که اظهار نظر کنید، در دیگه مسئله هم بودن که میخواستن شما اظهار نظر کنید؟ در دیگر مسئله ها من وقتی که همین یک بار مراجعت کردن یگون سفارش نه، فقط گفتن شما یک فعال جامعه ها، خیر فکرتون رو گویید که همین مثلا چه خیلی است همین پرابلم بانی گوی شما. وقتی من گفتم که در حقیقت امروز وقتی اون است که ما جدا شویم، ما ملت باید متحد شویم. پرابلم هست مردم بدخشان و مردمی در سری کرسی های بلند نشسته باید سری میز مذاکرات بنشینند و حل کنند. در این دیگر مهلت ما هم خیلی کم ماند، یک کوتاه میگفتید که در این مدت 2 سالی که در تو بودید ماهانه چقدر مبلغ میگرفتید؟ من مدت اینم برای یک درازی نظر روزگار گذرانی من وقتی مقامات دعوت میکردن روزهای ماهای اول وقتی که نشر میکردم موضوع میگفتن که شرم نمیکنی به خاطر پول یوتیوب شده تو به ملت خیانت میکنی، تو نوارهایت رو به شبکه‌های مخالفان میرسونی. میگفتم این مخالفان از شبکه‌های فیسبوکی من گرفتن مثلا یا از شبکه یوتیوب من گرفتم، من به کسی روان نکردم و من کن نگیرند استفاده من کردم چون که از برای خداوند کردم اون رو و از برای گپی مقامات و بعض چند از فیک های دیگر که میگفتن اینا بلاگرها به خاطر پول شده کار میکنن. من مدت 1.5 سال فقط از حساب خودم تاکسی میراندم، پول اینترنت میپرداختم، دیگر نوار میکردم، برنامه میکردم. بعد با پیشنهاد چند از دوستانم ژورنالیستان بلاگران جوان گفتن برادر این فکرت خطا است، اگر همون پول زیاد جمع شده است در حقیقت ذوقی بک سید امینی، دلیری امام علی، خود شما اگر چقدر گرفت در این مدت؟ اگر من در مدت 2 ماه اخیر 2 ماه پیش از این بحران اگزید این یوتیوب من سال 2017 در روسیه ثبت شدگی بود. در نام خودم در روسیه ثبت شدگی بود. اون زمان یوتیوب در تاجیکستان بگم نمایندگی نداشت، چی نداشت، در روسیه ثبت کرده بودیم و از سبب اون در یوتیوب بود. بعد مانیتیزاسیون ما رو در فدراسیون روسیه با واسطه برادرم اونجا فعال کردن. خب اسمت الله یک روزنامه‌نگار جوان برادرم خیلی سهم گذاشت در اینجا، همگی 2 ماه مبلغ گرفتن، خدا دروغ نکنه. اگر خیر شکر خداوند بعضا $300 $350 در 2 ماه مثلا کار کردن ممکن بود و همون رو گفتن که بچه‌ها اکا با تو در کار نیست بگیر خیرش کن و من همین گونه هم کردم. الحمدلله قسمتی رو در روزگار صرف کردم و قسمتی رو روزهای جمعه به خاطر مردم هر کجایی که میرفتم من در شهر دوشنبه از برای خدا مسافرکشانی به پول تشکیل کرده بودم. شاید این سوال در ذهن بسیار نفرانی که شما رو میشناسن باشد، ما دیگر عبدالستار پیر محمدزاده رو در شبکه‌های اجتماعی نمیبینیم. روزنامه‌نگاری به فکرم یک بیماری است. بیماری است که اون گمان است که تا جان در بدن است از وجود انسان بیرون شود، ولی به هر حال به خاطر اون که کسی را ناراحت نکنم، کسی را دل آزرده نکنم، به خاطر اون که بیچاره کارمندان امنیت، مقامات کارهای داخلی از کارشون نمانند، جنایتکاران را جستجو کنند، پرونده های حل نشده را حل کنند و هر یک نواری ما را دیده و انالیز نکنند و مخالفان هم از پای اندیشه های سیاسی خودشون شوند و فکر نکنند که این ژورنالیست جاسوس حکومت است و دیگر. من با همین صحبت هایم را اکتفا میکنم تا اون وقتی که مردم جرأت پیدا کنند خودشون از گفتن پرابلم
مشکلات خودشان نهراسند. من هرگز نمیتهراسم. اگر کسی مراجعت کند برایش کمک میرسونم الحمدلله، ولی تا اون زمان من یک مسافرکش در خدی راضی است. فقط نترسید، من کنید بنشینید تا به جای در کاری میرسونم. تشکر زیاد که تشریف آورید به دفتر رادیوی آزادی و هم برای شما موفقیت میخوام. تشکر زیاد بیننده عزیز که تا آخر ما را همراهی کردید.